از دوشنبه هفته گذشته توافق ژنو اجرایی شد و قرار است 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده در 8 قسط به جمهوری اسلامی بازگردانده شود. اولین بخش این مبلغ رقمی بالغ بر 550 میلیون دلار است که اکنون بر سر چگونگی استفاده از آن دعوای باندهای حکومتی آغاز شده است. مدیرکل محیط زیست استان تهران گفت بر اساس گزارش وزارت بهداشت سالانه 2700 نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا فوت می‌کنند. همچنین طبق آخرین آمارهای رسمی که از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام شده 21% مردم کل کشور و 34% از مردم شهر تهران دارای اختلالات روانی هستند. عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت سیاست‌های غلط در گذشته و حال از جانب دولت و صاحبان صنعت خودرو این صنعت را زنده به گور کرده است. روحانی به طلبه‌های خوزستان گفت غرب هرچه دارد از اسلام دارد. مثلا دانشگاه آکسفورد را از روی مدرسه فیضیه کپی کردند. با محرموم شدن تجهیزات غنیسازی 20% در نتنز و فوردو، یکی از مفاد توافقنامه ژنو که تاکنون دولت حسن روحانی آن را مخفی نگه داشته و در مورد آن به مردم دروغ می‌گفتند برملا شد. روزنامه وطن امروز در نخستین روز اجرای تفاهمنامه ژنو صفحه نخست خود را سیاه و سفید منتشر کرد و اعلام کرد چنین تفاهمنامه‌ای را هیچ لبو فروش و تاکسیداری امضا نمی‌کرد. حسن روحانی همانند احمدی نژاد وعده‌های توخالی به مردم خوزستان داد و گفت 1/3 از کل بودجه کشور را صرف احیای کشاورزی استان خوزستان خواهد کرد. کیهان حکومتی در یادداشت روز دوشنبه خود اظهارات اخیر روحانی در مورد توافق هسته‌ای ژنو را رد کرد و نوشت آنچه به دست آورده ایم برد نیست، چه رسد به تسلیم قدرت‌های خارجی. حسن روحانی در جمع مردم خوزستان گفت می‌دانید توافقنامه ژنو یعنی چه؟ یعنی تسلیم قدرت‌های بزرگ جهان در مقابل ملت ایران. اما چند ساعت بعد جی کاردی سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به خبرنگاران که نظر دولت آمریکا را درباره دیدگاه حسن روحانی پرسیده بودند گفت سخنان رئیس جمهور ایران فقط مصرف داخلی دارد. کاخ سفید واشنگتن با اشاره به لغو بخش کوچکی از تحریم‌های جمهوری اسلامی اعلام کرد اجرای تحریم‌های باقی مانده علیه رژیم تهران با شدت ادامه می‌یابد. دبیرکل سازمان ملل متحد دعوت از رژیم تهران برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 را پس گرفت. رژیم تهران اعلام کرده بود که بدون قبول هیچ گونه پیش‌شرطی در نشست ژنو 2 حضور پیدا خواهد کرد. استفان هارپر نخست وزیر کانادا که در پارلمان اسرائیل سخن می‌گفت اعلام کرد تحریم‌های ما علیه رژیم تهران به طور کامل برجا خواهد ماند حتی اگر گروه 5+1 از اتاوا برای کاهش تحریم‌ها درخواست کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن، وزارت خارجه انگلستان با انتشار گزارشی دولت روحانی را در اجرای اصلاحاتی که قول داده بود شکست خورده توصیف کرد و هشدار داد که امیدی به پیشرفت فوری نیست. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد رژیم ایران در توافق نهایی باید بخش مهمی از زیرساخت‌های هسته‌ای خود را برچیند. این در حالی است که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با CNN گفته ما با انهدام و برچیدن هیچ چیز موافقت نکردیم. جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه العربیه سخنانی شدیداللهن علیه رژیم‌های تهران و دمشق و حزب الله لبنان بیان داشت و آنها را مانع برقراری صلح در سوریه دانسته و به جنایت جنگی و حمایت از تروریسم متهم کرد. بورس آلمان پذیرفته است که به وزارت خزانه‌داری آمریکا 152 میلیون دلار جریمه بپردازد. علت این امر روابط بانکی با رژیم ایران و شکایت خانواده‌های قربانیان یک عملیات تروریستی عنوان شده که گفته می‌شود جمهوری اسلامی در آن دست داشته است. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران توانست مشکل آلودگی خطرناک شهر تهران را حل کند.
ایشان به ساکنان شهر تهران توصیه کردند که برای نجات جان خود پایتخت را ترک کنند. در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان باند ولی فقیه روحانی را مورد حمله قرار داده او را شاه سلطان حسین خواندند. نشت فاضلاب به داخل لوله‌های آب آشامیدنی در شهرک پرویز باعث مسمومیت بیش از 3500 نفر از اهالی این شهرک شد. مجتبی عبداللهی معاون خدمات شهری شهرداری تهران کشته شدن 2 زن از شهروندان در حادثه آتش سوزی را خاص و مشیت الهی دانست. ماموران حکومتی جمهوری اسلامی با توقیف اموال یک دستفروش به ارزش 8000 تومان معادل $2 او را وادار به خودکشی کردند. یک تروریست اعزامی جمهوری اسلامی به جمهوری آذربایجان که حدود 10 ماه پیش به اتهام تلاش برای حمله به سفارت اسرائیل در باکو بازداشت شده بود، در دادگاه به 15 سال زندان محکوم شد. آخوند علیرضا پناهیان از اعضای باند ولی فقیه گفته است ولایت فقیه اختیار و اموال افراد را می‌خواهد و کسی که ولایت را میپذیرد خودش را وقف کرده و اختیار خود را به طور کامل به ولی داده است. وقتی کسی ولایت را میپذیرد دیگر برای او جمله من دوست دارم معنایی ندارد. یک هفته پس از بازداشت دوباره حشمت الله تبرزدی، خانواده وی توانستند او را در زندان مخوف رجایی شهر کرج ملاقات کنند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای بررسی سوالات 11 نفر از وکلای ملت وزیر امور خارجه را برای حضور در این کمیسیون فراخواند. وزیر خارجه حکومت ایران به نحو مضحکی اعزام نیرو از سوی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان برای جنگیدن در سوریه را تکذیب کرد و گفت که این تصمیم به خود حزب الله برمیگردد. اما از سوی دیگر خبر از دستگیری و بریدن سر یک بسیجی مشهدی منتشر شده است. بسیجی رضا اسماعیلی از نیروهای تیپ فاطمی، دانشجوی دانشگاه فردوسی، با اندیشه‌های قرون وسطایی که به او تحمیل کرده بودند به سوریه اعزام و کشته شد. فاطمه هاشمی رفسنجانی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. گزارش‌های رسیده از ترکیه حکایت از آن دارد که طی ماه‌های اخیر وضعیت پناهجویان ایرانی که بسیاری از آنان به خاطر مسائل امنیتی به طور غیرقانونی از طریق مرزهای غربی از کشور خارج شده‌اند به شدت بحرانی شده است. صبح روز شنبه 5 بهمن ماه 10 نفر از نیروهای گارد ویژه و پاسدار بندها به سالن 12 بند 4 زندان گوهردشت کرج یورش بردند و زندانیان سیاسی را مورد اذیت و آزار قرار دادند. پاسخ زندانیان سیاسی نسبت به این یورش وحشیانه و غیر انسانی سر دادن شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر ظالم بود. مادر ستار بهشتی میگوید که پیشنهاد 700 میلیون تومانی یک سرهنگ نیروی انتظامی را در قبال اعلام کشته شدن فرزندش در یک تصادف رانندگی را رد کرده است. در پایان این بخش خبری توجه شما را به ارزش طلا و ارز در بازار ایران جلب می‌کنم. سکه تمام طرح جدید 881,000 تومان، سکه تمام طرح قدیم 881,000 تومان، نیم سکه 444,000 تومان، ربع سکه 268,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 90,400 تومان، دلار آمریکا 2,960 تومان، یورو 4,040 تومان، پوند انگلیس 4,870 تومان و درهم امارات 810 تومان. شب و روزتان خوش.